والصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوستان عزیز، برادران و خواهران اهل اسلام، پروردگار از همه ما و شما راضی باشد انشاءالله. خب دوستان عزیز، موضوع امروزه ما درباره هالووین، یعنی که یک جشن شیطانی در عربستان سعودی. این واقعه باور کنید بر دل تمام مسلمان های دنیا یک شبهه را آورد. این بدبخت ها، این جاهل ها اکنون همین جشن هالووین را در عربستان سعودی کرده بود. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرموده بودند که یکی از نشانه های قیامت باز به دور جاهلیت گشتن عرب ها. انا امروز عرب ها این کار را کردند، دیگر در نزد غیر دین ها مسلمان ها قدرشون پست می شود. الکی پست هم شد. در کدام سامانه های اجتماعی وقتی گپ میزنی همه در همان باره میگن ببینید مسلمان ها چیکار کرده ایستاده اند. دولت امریکا میگه شاد هستند. این جنگ و جنجال در همین آبادی، آسودگی، تنجی و آرامی دنیا، این به موافق شدن دولت ها به خاطر یک نفت، به خاطر یک گیز، به خاطر یک دیگر جنگ کردن دولت ها. فکر نکنید که اینها همه مقصد برای چی جنگ کردستند. این همه نشانه های قیامت است. همه چی مهیا هست. دنیا الکی خود را گم کرده ایستاده است. به خاطر چی؟ به خاطر اونه که امروز مردم دورانه شدند. امروز مردم صاحب پول و مال، صاحب دولت شدند. امروز همه چی در دنیا یافت می شود، ولی جنگ روز با روز در دیگر دولت ها چیکار کرده است؟ زیاد شده است. اینها نشانه های قیامت هستند. برای همین دوستان عزیز شکرانه کنیم، شکرگزار باشیم که پروردگار دولت ما را، تاجیکستان عزیز را از هر درد و هر بلا و هر مصیبت نگهبان باشه. به خاطر چی؟ به خاطر آنه که پدر و مادر، زن و فرزند، برادر و خواهران ما در تاجیکستان زندگی میکنند. میگن همسایه ات تین باشه تو هم تینج هستی. خداوند تنجی را در روی دنیا نصیب گردانه و موفقیت را برای هر یک مسلمان، برای هر یک مسلمانان دنیا نصیب روزی بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله.